کوتوله برزیلی فقط یک پرنده رنگی نیست، یه بمب انرژی، احساس و هوشه. پرنده‌ای که شخصیتش بیشتر از ظاهرش دل میبره. سلام به همه ایران کاسکویی های عزیز. توی این پست میخوام با دنیای واقعی لاوبرد ها آشناتون کنم، پس لایک کنید و تا آخر همراه من باشید. وقتی یه لاوبرد بهت اعتماد کنه تبدیل میشه به سایت، به صدا و حالت چهرت واکنش نشون میده و همین پیوند عمیق باعث شده بهش بگن پرنده عشق. با اینکه فقط چند 10 گرم وزن داره، روحیه قوی و پر از شیطنت داره. بازیگوشی، کنجکاوی و نیاز به ارتباط بخشی از وجودشه. اگه سرگرمی و توجه بگیره میدرخشه، اگه نادیده گرفته بشه خیلی زود دلگیر میشه. دنیای لاوبردها یعنی ترکیب هوش، احساس و انرژی فشرده در یه بدن کوچیک. وقتی وارد این دنیا میشی میفهمی یه پرنده ریز چطور میتونه گوشه بزرگی از زندگی آدم رو تسخیر کنه.